سلام خدا بیان از چنل یوتیوب مسلم دهقانی. چطور حالتون خوبه؟ امیدوارم که همیشه حالتون خوبه و برقرار و شاد و شنگول سلامت باشید. امروز آمدیم خدمتتون با یه موضوع ویدیو جدید، ولی قبل از اینکه بریم سراغ لطفاً همین ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و اگه خوشتون اومد میتونید زنگوله بغل رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهید. بریم سراغ ویدیوی امروز. با انتشار قسمت اول سریال دفتر یادداشت به کارگردانی کیارش اسدیزاده، راز گرین و لباس رضا عطاران و موقعیت‌هایی که در تیزرهای منتشر شده از او دیده بودیم فاش شد. بخش مهمی از جذابیت سریال از همین نقطه شروع روی مراوده زوج کمدی رضا عطاران و حسین معجونی بنا شده. دو دوست قدیمی که بعد از مدت‌ها در شرایط عجیب و متفاوت به هم رسیدند و در قسمت اول از اطلاعاتی درباره گذشتهشان پرده برداشته می‌شود، نگاهی داریم به نکات مهم قسمت اولی این سریال. سرانجام بعد از بمباران تبلیغاتی انجام شده از نخستین قسمت سریال کمدی دفتر یادداشت رونمایی شد تا مخاطبان شبکه خانگی شاهد حضور دوباره رضا عطاران بعد از گذشت بیش از یک دهه در این شبکه باشند. در ادامه آنالیزی داشتیم بر قسمت اول این سریال. کیارش اسدیزاده بعد از کارگردانی دو فیلم سینمایی گس و شکاب، سریال کرگدن را برای شبکه خانگی ساخت و در آن زمان مورد توجه قرار گرفت. حتی پیش از شروع اولین قسمت هم می توانستیم حدس بزنیم رضا عطاران هم با این گریم و لباس متفاوت قرار است اتفاق مهمی را در سریال رقم بزند. به هر حال تجربه ثابت کرده که عطاران می تواند برگ برنده هر اثری باشد و طبیعتا حضورش در این سریال کمدی هم به نفع آن خواهد بود. او را در قسمت اول با دو گریم متفاوت می‌بینیم. در فلاش بک به عنوان یک کارآگاه پلیس او را می‌شناسیم و در زمانی حال به عنوان مردی مسن و مبتلا به آلزایمر که چیزی را از گذشته به خاطر نمی‌آورد، اما آلزایمر نتوانست جلوی ذکاوت و شم پلیسیش را بگیرد. همراهی حسن معجونی در نقش حمید که در جوانی متصدی بخش بایگانی اداره پلیس بوده و زوجسازی حسن معجونی و رضا عطاران هم به نفع سریال تموم شده. در مراودات میان این زوج حمید نقش مغز متفکر را دارد و ایرج را هدایت میکند. بله و دیگه زیاد سریال رو لو نمیدم، خودتون میتونید برید و قسمت اولش رو که منتشر شده ببینید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو رضایت کامل رو داشته بوده باشید و لایک ویدیو و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعد. بدرود.